مرا کال کردم برای دالنیم که دالنش بلند نشه. میگم چی؟ میگه که دختر تا کشتی زنه. میبینیم که اینا کردنش اینا میتا. میگم چی؟ میگه مادری عروسی 6 ماهه که جسدش رو 2 ماه پیش از منزل شوهرش گرفتند طلب دارد قضیه مرگ دخترش عادلانه تحقیق شود. وی میگوید تنها همین را میداند که دخترش به خاطر حفظ آرامی خانواده تا لحظه مرگ درد و عذابش را پنهان داشته است. یکی تلفن میکرد دخترچه مده. دخترچه تلفن هم میگرفت و کنجی حالی در میرفت. گفتم ایسا به چهره غمینانه میگفتم دختر جان چی شد؟ آی سر میکشید آچه میگفتم میره. نمیگفت که آچه مرا چی میگه. به تخمین این مادر به مهمانی آمدن دخترش به منزل آنها که در یک کوچه است باعث قهر و غضب شوهر دخترش شده او را لطوکوب و بعداً کشته است. ینگا جان میگم تنجیه میگه که منم زنی هیورش. میگم تو کی گلناره ها؟ ینگا جان تسته بیا که نسیمه چیکاری کرده. خاله میگه تز به خونه ما را بیاید. وقتی که دخترچه ما میبرن میشکن پدرش امکیش میشکن در برای چی میبینن ورا چی کلو میبینن میگه دخترچه بر وقت مردگی کشتگی میگه. والدان دختر ادعا دارند که فرزند آنها خودکشی نکرده بلکه او را خانواده شوهرش کشتند و باید پرونده از روی مادر کشتار تحقیق شود. ولی خانواده جوان این همه را رد میکنند و میگویند 2 تشخیص طبی دادگاهی مرگ عروس خاندان را خودکشی معین کرده است و کلینشان در منزل آنها هیچ مشکلی خانوادگی نداشت. پسر ما 2 سال معنی همون دخترک استاد پیش کردن اگر معنی های استاد یگان بادی و جنگجول داونبان اینو نیست که خیلی بگم که نه یگان عرض داد نیست که بگم یگان عرض دادای گاهی اوکی همه ایدی میگم که ما وقتی که همین دخترک شام خیلی مخرن در شنباری بدم نبودم. روز 28 اپریل دادگاه ناحیه رشت اسکندرشاه سعید محمدов را برای به خودکشی رسانیدن همسر 18 سالش به 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد. والدان دختر به این حکم راضی نیستند و گفتند به زینه بالایی دادگاه شکایت میکنند. پیدا کردن جسد کلین در خانه شوهر در تاجیکستان مشکلی نو نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند و مقامات و کارشناسان گفتند سبب اکثریت این فاجعه ها جنجال های خانوادگی است. دیگر سبب به گفته روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود و با فاجعه می انجامد. فعالان حقوق میگویند اگر در بسیار حالتها والدان گناهکار مهر خاموشی بر لب زدن دختران به خاطر حفظ آبرو و عائله باشند، پیوندان شوهر هم گناه کم ندارند. تنها در حادثه های انگشت شمار گناهکاران به خودکشی رسانیدن عروسان جزا دیدند.